آوردن امتیاز تلاش کند و از روی رفتی بازی معلوم گردد که اونها برای نگاه داشتن حساب تلاش میکنند، ولی این در ادامه نخواهد کرد وقتی که چنین ضربه بسیار هم جالب به هدف رسانده می شود و گلی شاید زیباترین این مسابقه نیست از جانب بازیگران قرقیزستان. ما دروازه‌بان تیم افغانستان را تعریف کردیم و واقعا تا این دقیقه ها توانست که دروازه‌اش را از گل 3 مرتبه امی نگاه دارد، ولی در نزد این ضربه بهترین بازیگر قرقیز نورمت اولو ایرخمیبک عاجز ماند. تکرارا مشاهده میکنیم که چگونه او با یک سمت حرکتی غیری عادی توپ را جانب دروازه هوا میدهد، مثل که از پلخمان توپ کشاده